میدونستی با گوشی سامسونگت میتونی هر تمی که دلت میخواد رو بسازی و دیگه لازم نیست که ساعتها توی گلکسی تم اسکرول کنی تا بتونی تم دلخواه خودتو پیدا کنی؟ سلام، من سورنم. به با کلینیک خوش اومدین. بریم ببینیم این ماژول تم پارک از اپ گودلاک چه حرفی واسه گفتن داره. خب اول از همه این به علاوه پایینو میزنیم، وارد همچین فضایی میشیم که ازتون میخواد که والپیپر تمتون رو انتخاب کنید یا همون بک‌گراند اصلیتون، که خب این همون بک‌گراند قبلیمون بوده و ما میتونیم از گالری بک‌گراندی اضافه کنیم. حتی میتونیم بک‌گراندایی که حالا ترنده و خیلی معروفه رو اینجا پیدا کنیم و از اونا استفاده کنیم و هر چیزی که دلتون میخواد. اگرم رو همین خواستین کار کنید و حالا سایزش رو تغییر بدین، میتونید گزینه اول رو بزنید، وارد همچین فضایی میشین و حالا اگه بخش خاصی از اون سفر اومده نظرتونه، میتونین بیان کادرتون رو دور اون قرار بدین و محدود کنین فقط به همون اسکرین و بعدش داونش کنین و نکست رو بزنین. بریم وارد مرحله بعد بشیم. تو این مرحله ما یه ویو کلی نسبت به گوشیمون داریم که میتونیم لایو ببینیم که چه تغییراتی روش اعمال میشه و اگه بد بود چنجش کنیم. و اینکه همینطور از اون بالا یه دکمه وجود داره که وقتی میزنید سویچ میشه روی لایت مود و این یعنی که تم دارک مود شما با تم لایت مود شما متفاوته. یعنی شما واسه حالت شب یه تمی رو طراحی میکنید و واسه حالت روز یه تم دیگر رو، و اینا کاملا از هم متمایز هستن. خیلی رندوم وارد هوم اسکرین میشم که فقط بهتون نشون بدم چه آپشنایی داره که سریع ازش بگذرم، چون زیاد تو این قسمت چیز مهمی نداریم که من راجعش واسهتون توضیح بدم. اینجا کلا دو تا آپشن داریم. یه آپشن کراپی که اون اول توضیح دادم، که اگه بخش خاصی از والپیپرتون مد نظرتونه میتونین قسمت رو سلکت کنین و داونش کنین و از اون تیک استفاده کنین. و اینکه یه آپشن دیگه هم که داره همون چنجه که میتونین از گالریتون یا همینطور خود تمپارت اکسپلور کنین و یه والپیپری رو واسه اون تم مد نظرتون بسازین. و اینکه حالا کارتون که اینجا تمام شد، این اسکرول میکنیم به سمت چپ و میریم تو صفحه لاک اسکرین. اینجا یه آپشنی هست و که وقتی اینو آن میکنین دوباره همون آپشن‌های قبلی اضافه میشن به این صفحه. یعنی هم اون کراپر رو دارین، همون چنجر رو دارین. یعنی اینا جدا جدا هن. هر تغییراتی که اینجا انجام میدین روی این صفحه اعمال نمیشه و اینا کاملا از هم دوباره متمایزن. توی صفحه بعدی ما کیبورد رو داریم. توی بخش کیبورد ما یه سری دایره داریم که این دایره ها کنارشون یه نقطه‌ای قرار داره. این نقطه ها خیلی مهمه که روی چه جایی قرار دارن. برای مثال این دایره‌ای که من الان دارم بهتون نشون میدم روی آیکون گیف قرار داره و داره اشاره میکنه به این که هر رنگی که ما روی این دایره بندازیم، برای مثال صورتی، میاد روی این آیکون ها اعمال میشه و هیچ تغییری روی بقیه کیبوردتون ایجاد نمیکنه. این الان نقطهش روی بک‌گراند، یعنی وقتی من رنگ اینو تغییر بدم میاد و اون رنگ رو روی بک‌گراند اعمال میکنه. حالا این نقطه چیه؟ این نقطه روی تپتون قرار داره، یعنی اون واژه‌ای که تپ میکنه روی کیبوردتون رو میتونید رنگش رو تغییر بدین و همینطور بقیه دایره ها که میتونید ببینید روی چی قرار داره و رنگ اون رو تغییر بدین. و از اون بالا میتونید دارک مود رو انتخاب بکنید و وارد فضای دارک مود بشین و تم اونجا رو هم شخصی سازی کنید. همونطور که اول ویدیو گفتم اینا متمایزن و میتونید جدا جدا این کار رو انجام بدید. و تو بخش بعدی که بخش کویک پنله، تقریبا آپشناش با بخش قبلی مشترکه، فقط دو تا نکته داره که بهتون میگم. نکته اول اینه که یه سری آیکون هستن مثل این ایرپلین مود که بک‌گراند ندارن. واسه اینکه بک‌گراند بهشون اضافه کنین فقط کافیه که رنگشو بزنین، بعد بیاین ترانسپرنسیشو 100% کنین. اینی که اوکی کنین مثل بقیه آیکونا بک‌گراند واسش میاد که هر وقت که دوباره دوست داشتین اینو برگردونین میتونین حذفش کنین. بقیه چیزاش مشترکه. یه بلور دیگه داره واسه خود بک‌گراندش که اونو وقتی صفر میکنین میتونین اون تم یا والپیپر گوشیتون رو ببینین توی کویک پنلتون
که این من ترجیح میدم روی 100% باشه. اونایی که مشتاقن کمش کنن میتونن روی 50 هم بذارن، جالب میشه. قسمت بعدی هم آپشناش مشترکه، مربوط میشه به اپ مسیج یا مسیجرتون، تکست هایی که دریافت میکنین با شمارتون، تکست هایی که با شمارتون میدین، که این قسمت هم شما میتونین شخصی سازی کنین و هر رنگی که دوست دارین در بیارین. این از کل فضاش. و توی همه این پارت هایی که من الان گفتم شما میتونین هم نایت مودتون رو واسش تم طراحی کنین، هم لایت مودتون رو. از این فضا خارج میشیم. تو این بخش چک کنیم ببینیم که تمی که ساختین آیا با هم ست هست، آیا به هم میاد، آیا مشکلی نداره. یه دید کلی نسبت بهش داشته باشین، هم لایت مودش هم دارک مودش. بعد که دیدین اوکی بود، این بغل همون دارک مود لایت مود گزینه دانلود رو بزنین تا اون تم سیو بشه و بعدش اپلای کنین روی دیوایستون. یه زمانی هست شما یه بخش خاصی از دیوایستون رو میخواین شخصی سازی کنین. برای مثال میخواین فقط کیبوردتون رو تمش رو عوض کنین، یا فقط کویک پنلتون رو عوض کنین، یا فقط ولوم پنلتون رو رنگش رو تغییر بدین. اون موقع دیگه لازم نیست که بیان یه تم کلی بسازین و فقط اون جایی که مد نظرتون رو تغییر بدین. شما میتونید یه تم جزئی فقط مخصوص اون جایی که دلتون میخواد بسازین و همون رو اعمال کنین. برای مثال تو همین صفحه از منوی پایین میتونین بیاین تو بخش کیبورد یه تم مخصوص کیبوردتون بسازین و این دیگه هیچ تداخلی با تم اصلیتون، تم آیکوناتون نداره، با تم کویک پنلتون نداره، به صورت جداگونه است. و همینطور کویک پنل، ولوم پنل. اما بخش آیکون کلا متفاوته و میشه گفت جذابترین بخش این ماژول بخش آیکونه. شما اینجا کریت نیو رو بزنید، وارد این بخش بشید. اینجا ما یه آیکون پکی داریم که حالا بنا به سلیقه خودتون میتونید طراحیش کنید. اگه شیپ خاصی مد نظرتونه که دور اپاتون قرار بگیره، حالا میتونه به صورت دایره‌ای باشه، مربعی شکل باشه، یا شکل‌های دیگه که اینجا وجود داره. اگه هیچ کدوم از این شکل‌ها رو نخواستین، میتونید این گزینه اد رو بزنید به عنوان استیکر، یا از گالریتون اد کنید اون بک‌گراندی که مد نظرتونه رو. و همینطور از قسمت افکت ها میتونید یه سری فیلتر بندازین روی کل اپاتون که خب این باز رنگش دست شماست، یعنی هر مدل فیلتری که دوست داشتین انتخابش کردین. از اون پایین میتونین روی کالر بزنید و حالا رنگی که دلتون خواست رو روش اپلای کنید. و علاوه بر این اگر شما پک خاصی مد نظرتون نبود، فقط میخواستین که یه اپی رو بگیرین شخصی سازی کنین، میتونید از اون بالا روی اون QR بزنید و اون اپی که حالا مد نظرتونه رو برای مثال انتخاب کنید. بعد بیاید این آیکونش رو به صورت جداگونه طراحی کنید که به چه شکل باشه. و اینکه حالا میتونید حتی تعیین کنید که اون پیکچری که برای اون آیکون وجود داره کجای تصویر باشه، وسط تصویر باشه، گوشه تصویر باشه، بالای تصویر باشه و اینجور کارا. و حتی میتونید خیلی تنظیمات پیشرفته تری رو اعمال کنید همونطور که توی تصویر میبینید و اینو بگیرید اپلایش کنید و استفاده کنید ازش. اینم بعد از اینکه کارتون تمام شد میتونید اون گزینه دانلود رو بزنید و آیکون پکتون رو اعمال کنید به صورت جداگونه. امیدوارم که این ویدیو واسط مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و برامون نظرتو کامنت کن. اگه به این سبک ویدیو علاقه‌مندی چنل ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن تا به محض اینکه ویدیو بعدی رو گذاشتم ازش اطلاع پیدا کنی.